یه چیزی بگم پارش یاجت، فکر کردی چون داشت بوده برات ماشین سنگین قسطی خریده بود انداخته بود زیر پا که کار کنی؟ اون جنسایی که صاحبش هیچ وقت پیدا نشد تو به خاطرش 5 سال رفتی زندون. من و هاشم بودیم 10 تا بسته تریاکی که با چسب زرد آب بندیش کرده بودن توی مبل 2 نفره قرمز زیر بقیه اساسا جاساز کرده بودیم. دارم بهت نشونه دقیق میدم که نتونی باور نکنی. تو یه جایی راجبه رنگ مبلی که توش جاساز شده بود حرفی زدی؟ یه جایی گفته بودی که پایش شکسته بوده مبل 2 نفره؟ خندم میگیره که نمیخوای باور کنی چه داش بیزاتی داری. برو خدا رو شکر کن که آخرین بار با تریاک گرفتنت که الان زنده ای، اگر نه 4 بار واسه شیشه جا به جا کردی که اگه تو اون بار میگرفت